بسم الله الرحمن الرحیم. خب این واضحه که صدق به عنوان یک گردش اخلاقی و یک گردش انسانی شاید تنها ارزشی باشه که از آغاز تاریخ بشر تا اونجا که تاریخ به یاد داره تا به امروز تنها ارزش و معنایی هست که تمام مذاهب و فرهنگ ها بر آن اعتراف دارن بر حقانیتش. شاید بلکه حتما میشه گفت اگر یک ارزش و معنا باشه که همه مذاهب، ملل و فرهنگ ها و اقوام بشری در حقانیتش و درستیش اعتراف دارند و اون ملاک قرار میدن، صدق و راستی هست. خود همین خب خیلی معنا داره. یک معناش رو در روش رسالت انبیاء الهی میبینیم. این رو میدانیم که نخستین ارزشی که همه انبیا بر اون تاکید کردن صدق بوده. بشریت رو دعوت به صدق کردن انسان‌ها. و این در واقع میشه یک وراثت کلی و واحدی هست که برای کل بشریت گذاشتن. این هم از وراثت انبیاء الهی است. دین خداست. و ما میدونیم که ارزش صدق در قرآن واضحه. شاید هیچ واژه‌ای مثل صدق و کذب در قرآن به کار نرفته. در سخنان ائمه هم ما خیلی میشناسیم، مخصوصا از حضرت علی علیه السلام در مورد صدق بسیار کلام داره. یک سخن معروفش اینه که صدق رأس دین است. یک جایی می‌فرماد که صدق اساس دین است. باز داریم که صدق مبدا و معاد دین است. هنوز کسی، گروهی، فرقه مذهبی پیدا نشده تا به امروز لااقل که بگه نه خیر، راستی بد است، صدق بد است. تمام ارزش‌ها رو مخصوصا بشر متمدن چه بسا به زبان آشکار نفی کرده، به لجن کشیده ارزش‌های دینی رو. این تنها ارزشیه که هیچ کافری هم هنوز تا به امروز شهامت اون رو پیدا نکرده که بگه صدق بد است و به دروغگویی خودش افتخار کنه. این خودش خیلی معنیه. پس اهمیت این مسئله در همین کلیات واضح است. اگر بخوام یک تعریف کلی از صدق ارائه بدیم که تعریف ایدئولوژیکی و مذهبی هم نباشه، که عقل پسند و بشر پسند باشه، میتونیم بگیم که صدق به مفهوم راستی عین واقعیته. برای همین ما میگیم انسان صادق انسانیه که واقعیت رو انکار نمیکنه. انسانی است واقعی. در واقع انسان صادق انسانی است واقعی، انسانی است رئالیستی که بر واقعیت زندگی میکنه و واقعیت رو تایید میکنه، تکذیب نمیکنه. خب اگر بگیم که بخوام یک تعریف مثلا فلسفی تر، اساسی تر از صدق و کذب بدیم، اینه که بس بگیم آیا اساس راست و دروغ چی هست؟ اساس راست و دروغ واقع و غیر واقع هست. پس میشه گفتش که دروغترین دروغ ها همان عدم است، نیستی است. چرا؟ برای اینکه نیستیش وجود نداره، پس نیستی دروغ است. این رو من فکر میکنم هر عقلی میرسنده. و صدق برعکسش میشه. واقعیت این صدقه. پس صادق ترین امور واقعی ترین امور و اجتناب ناپذیر ترین اموره، محسوس ترین و موجود ترین اموره. در واقع بایستی صدق و کذب رو مترادف هم معنای هستی و نیستی قرار بدیم، وجود و عدم. من فکر میکنم این رو همه فرهنگ‌ها و فکرها این تعریف رو میتونن قبول داشته باشن. آنچه که هست راست است، آنچه که نیست دروغ است. خب این یک تعریف کلی. خب حالا بخوام برگردیم به تعریف دینی که واضحه که صدق واقعا یک گردش دینی است، یک گردش مذهبی است، در این تردیدی نیست. صادقترین انسان ها خداترسترین و خداپرستترین انسان ها هستند در عمل. این مسلمه. انسان به میزانی که وجدان داره و معرفت داره صادقه. بنابراین انسان صادق اگر بگیم انسان واقع گراست، پس انسان معرفت گرا هست. چرا؟ برای اینکه انسان به میزان معرفتش واقعیت ها و موجودیت ها رو تشخیص میده و فرق بین هست و نیست رو تشخیص میده، درجات هستی و درجات نیستی رو تشخیص میده. پس لذا به همون میزان میتونه صادق باشه. باز صدق منوط بر معرفته، معرفت بر
واقعیت، معرفت بر هستی. پس صدق می‌بینیم یک گردشی است محصول هستی شناسی و همچنین عدم شناسی. راست شناسی و دروغ شناسی عین وجود شناسی و عدم شناسی جلوه میکنه. در بیان دینیش ما خب میدونیم که در خود قرآن کریم صادق از اسماء خداست، این خدا صادق است و باز طبق معارف اسلامی خب خداوند در هیچ صفتی شریک نداره. وقتی میگه خدا شریک نداره یعنی توحید، یعنی در هیچ صفتی شریک نداره. بنابراین صادق فقط خداست. یعنی صادق ترین انسان ها هم در قبال صدق خدا در درجاتی از کذب و دروغ قرار دارد. این الله دینی. بنابراین انسان به میزانی که رو به خداست و به اون نزدیک می شود و تسلیم اراده اوست و هم میزان صادق می تواند باشد. خب باقی صفات هم همینطوره. این جنبه دیگری از مسئله هست. به مثل یکی از نخستین مذاهب توحیدی صاحب کتاب و حکمت، خب ما قبلا اشاره کردیم که دین زرتشت بوده. ما در دین زرتشت اون شعار سگانه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک رو خب همه میدونیم. ما در بیان حکمت زرتشتی که در مذهب مانی و مزدک واضح‌تر شد، ما دیدیم که در آنجا این نیکی عین صدق و راستی است. برای همین بود که دین مانی رو میگن دین راستدینی بوده. راستدینی، این دین راستی، دین صدق. و میدونیم که یکی از بزرگترین گناهان کبیره در حکمت مانوی دروغگویی بوده، گناه کبیره. در اسلام همینطوره. الفساد، دروغ رو پیامبر اسلام میفرماد الفساده. الفساده. اصلا کافر در قرآن یعنی کذاب. کذاب یعنی کسی که واقعیت رو انکار میکنه. کافر این منکر کننده، انکار کننده واقعیت. خب بنابراین می‌بینیم این سه کلام حضرت زرتشت در واقع میشه گفت سه جلوه از جایگاه و منشأ صدق از انسانه: پندار نیک، گفتار نیک و اعمال و کردار نیک. من این رو نگاه کردم دیدم که انگار این سه رکن کمه. واقعا یک رکن دیگه داره که 4 رکن دین کامل بشه. از احساس نیک هم باید صحبت کرد. بر وزن قافیه‌ای پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک میشه دوستدار نیک را هم اضافه کرد. دوستی برای اینکه جاش در قلب. بر اساس معرفت قرآنی از اونجا که همه چیز از قلبه، هر نیکی از قلبه، بنابراین باید گفتش که دوستی نیک، دوست داشتن نیکی و قلب نیک و احساس و عواطف نیک منشأ سایر نیکی هست. سه دیگه چه بسا معلوم. و در واقع میشه گفت در انسان صدق 4 منشأ و جایگاه و محل ظهور داره: صدق در قلب، صدق اندیشه، صدق زبان و صدق عمل. یعنی صدق عاطفی، صدق فکری، صدق زبانی، گویشی و صدق رفتاری. این 4 منشأ از صدق رو میشه ازش صحبت کرد. من خودم به عمد با این 2 تعریفی که کردم خواستم این تضاد رو نشون بدم که تا چه حدی فهم صدق، فهم اینقدر متضاد و حیرت آور و جادویی هست و در این حال صدق عین کذب از آب در میاد. من عمدن این 2 طرح رو ارائه کردم تا ما اساسی تر به این مسئله نگاه کنیم و نپنداریم که ما میفهمیم صداقت یعنی چی. به این آسونی نیست. کاملا درسته. اگر از منظر دین خدا همان وجود واقعی مطلق و جاودانه هست، وجود واقعی هست، پس او خود هم صادق هم مظهر صدقه. خب اگر چنین هست پس تکلیف بشر چیست؟ ما گفتیم معرفت بر واقعیت منشأ صدقه. خب بشر از طریق حواس 5گانه‌اش که محسوسات و مادیات رو درک میکنه واقعیت رو درک میکنه. خب خدا رو از طریق محسوسات که نمیتونه درک کنه، این واضح و مسلمه. خود دین و قرآن هم میگه که خدا از طریق محسوسات درک شدنی نیست.
برای همینه که میگه خدا از طریق ذهن و زنگرایی درک شده نیست، برای اینکه تمام محسوسات میره در کارخانه ذهن درک میشه. واقعیت نهایی هر چیزی در ذهن درک میشه. ذهن کارخانه دریافت محسوساته. برای همین خدا در ذهن درک و تصدیق شدنی نیست. در ذهن فقط عدمه که درک میشه. آن خدای ذهنی این عدمه. خدای ذهنی خدایی است که وجود نداره. فقط یک ایده محض. ایده‌ای که این عدمه. اون عدم رو انسان خدا گذاشته. ولی بشر در تجربه تاریخیش به این نتیجه رسید که اگر بخواد صادق باشه بهتره که اصلا منکر خدا باشه. اگر بشر امروز و این چند قرن اخیر به سمت انکار خدا رفت، برای این بود که بتونه صادق‌تر باشه. چرا؟ برای اینکه به زجر افتاده بود در تناقضاتی که برای خودش درست کرده بود. چرا؟ برای اینکه میخواست آن موجودی را که اسمش خداست که به واسطه محسوسات درک نمیشه رو بگه این واقعیت برحق همینه و بعد نتونست ارتباط و اتصالی به این واقعیت برحق غیبی پیدا کنه، لذا با مادیات در تضاد افتاد. تضاد بین ماده و معنا، تضاد بین دین دنیا، اون همه بدبختی ها، تضادها، تناقض ها و اون همه جنون و جنایت ها در تجربه قرون وسطا و در تجربه همه مذاهب اتفاق افتاد. اینکه همه مذاهب نهایتاً به سمت کفر رفتن، پیروان مذاهب، به خاطر زجری بود که در قلمرو به صدق کشیدن و دیدن که صادق بودن طبق آن تعریف اصلا مطلقاً محال. برای همین مثلا کسی مثل نیچه میگه که برای اخلاقی و دینی بودن حکم نهایی اینه که خودمون رو نابود کنیم تا بتوانیم صادق باشیم و دینی و پرهیزگار باشیم. اینه. ولی از این راست کاملا لغت منطقی درسته. میشه میگه که کشیش ها و روحانیت مذاهب اینا روشون نشد حکم نهایی رو صادر کنند. حکم نهایی این بود که آقا انسان ها برای رستگاری خودکشی کنید. خب ما بس بفهمیم که نیچه از روی هوس این حرفا رو نزد. نیچه عمری درد خودشناسی و خداشناسی و حق شناسی داشت. بنابراین ما در واقع وقتی از صدق و کذب میخوایم صحبت کنیم، در واقع از ماده و معنا بحثی صحبت کنیم. خب ماده چیزیه که محسوسات بشر درک میکنه. من این خودکار رو لمس میکنم، بعد این خودکار یک وجود واقعی داره. پس این ادراکی صادقانه. خب حالا معنا چیزیه که ببین صحبت بر سر کذب و صدق در واقع صحبت بر سر ماده و معناست. معنا نهایتش مطلقش خود خداست، فقط در مورد متافیزیک، ماده محسوسات مادیات. خب بنابراین به نظر میاد که قلمرو معانی قلمرو دروغ باشه. بر اساس محسوسات جهان معانی جهان دروغه. و چون انسان هم با معنا میخواد زندگی کنه هم با ماده، لذا در تناقض بین راست و دروغ سرگردان و تحلیل میره و مستلط میشه. حالا همینه که بشر امروز معنویت‌گرایی رو گذاشت کنار. به تجربه بشر امروز وارث تاریخ گذشتگان بوده. به تجربه فهمید که آقا بهتره دست از معنا، دست از متافیزیک، دست از خدا برداره و به همین ماده محض قناعت کنه. این همون کفره. البته یک کفر صادقانه است، کفر منافقانه نیست. ما باید این کفر رو درک کنیم. چرا بشر به سمت کفر کاملا عمدی و آگاهانه میره و کفر رو داره انتخاب میکنه؟ به خاطر همین تناقضیه که بر این اساس در قلمرو اخلاق و ارزش‌های معنوی پدید آمد و بشر دید تیکی پاره میشه در درون و لذا دست کشید، تصمیم گرفت که کافر بشه، حرف خدا رو هم نزنه، حرف معنا و متافیزیک رو هم نزنه، عالم غیب و اینها رو اصلا ببوسه بذاره کنار. خب این یک واقعیتی. مطلب دیگر اینه که خواه ناخواه علی‌رغم چنین تلاش‌هایی که بشر در طول تاریخ کرده و امروزه که دیگه خدا رو منشأ دروغ پنداشته و خیلی از فلاسفه اخیر گفتن که دروغی بزرگتر از خدا نیست و اینکه اکثریت مردمان مذهبی و خداجو هستن، علتش اینه که مردمان فقط دروغ‌های بزرگ رو دوست دارن و خدا بزرگترین دروغه و منشأ هر دروغ خداست. ما بس بفهمیم این حرفا کجا در آمده، فهم بایستی بکنیم چرا بشر این شد. ما میدانیم که همین بشر کافری که خدا رو بوسیده گذاشته کنار، یعنی دروغ رو گذاشته کنار، میخواد راست و صادق و بیریا باشه، یعنی ماتریالیست و ماده پرست فقط باشه، فقط میخواد تن رو قبول کنه، در این حال این بشر نتونسته این شکلی مشکل خودش حل کنه. وگرنه اروپایی‌ها الان یک دو قرن بود میبایستی واقعا در خوشبختی
زندگی محض می بودن و یک زندگی سرراستی رو پیدا می کردن. آیا چنین شد؟ نشد. پس دیدیم این خدا رو بوسیدن و گذاشتن کنار، یعنی دین و معنا و معنویات کنار گذاشتن. اروپا چند قرن این کارو کرده؟ خب مشکل اروپایی حل شد؟ نه. با همین حال می‌بینیم که در همین دهه‌های اخیر خدا و خداگرایی و معنویت گرایی یک بار دیگر در قلب اروپا و آمریکا اوج گرفته. این پس اون مشکل رو حل نکرد، یعنی خدا رو طلاق دادن مشکل رو نتونست حل کنه، وگرنه چرا 2 مرتبه باز رجوع کردن گرایشات جدید مذهبی و دینی و عرفانی متافیزیکی در غرب الان خیلی شدیدتر از شرقه. اونا واقعا بیشتر احساس نیاز میکنن، به میزانی که کفر رو انتخاب کردن و تجربه کردن دیدن که نمیشه کافر بود، نمیشه کافر در همین زندگی مادی نمیشه کافر. این انسان در تجربه میبینه که آقا جان نمیتونه به ماده قناعت کنه، نمیتوانه. تلاشش رو کرد بشر مدرن که مادی باشه ولی نتوانست. ببین خود معناگرایی، متافیزیک گرایی، غیبگرایی، نهایتاً خداگرایی، درسته که انبیاء الهی آوردن ولی انبیا که از آسمان پایین نیامدن که. انبیا هم افرادی بودن مثل همه. انا بشر مثلکم. خود قرآن میگه پیامبران بشر مثل شما بودن، این شما بودن، هیچ فرقی نکردن. در واقع میشه گفتش که انبیاء الهی جدیترین انسان ها بودند که خواستن انسان رو بفهمند و مشکلش رو در جهان ماده حل کنند. بنابراین معناگرایی و مذهب از آسمان پایین نیامده، از ذات انسان برون آمده. از ذات انسان برون آمده. این نیاز ذاتی انسان بوده. معناگرایی انسان نتونسته به خودی خود تن خود رو برای خود کافی بدونه. انسان نتونسته به خودی خود ماده جهان رو برای خود کافی بدونه. معناگرایی ذاتی انسانه. غیبگرایی و خداگرایی ذاتی انسانه. برای همینه خدا به عنوان یک کشف عالی ترین و ذاتی ترین کشف انسان بوده که انبیا او رو کشف کردن. انبیا در واقع میشه گفت کاشف خدا بودن. خدا به مفهوم معنای مطلق و نابترین معانی به مثابه بزرگترین و ذاتی ترین کشف بشر بوده. بنابراین به عنوان محقق، به عنوان عالم و به عنوان متفکر انبیاء الهی عمیق‌ترین و نخستین کاشفان و علما بودن، معناجویان بودن که خدا رو نهایتاً کشف کرد. این واضحه. این نیاز ذاتی انسان بود. بشر ما امروز بهتر میتونیم انبیاء الهی رو درک کنیم. به میزانی که بشر تصمیم گیره کافر بشه، فقط به ماده قناعت کنه، تازه ما میتونیم بفهمیم که انبیا چی بودن واقعا، چه کردن، چه کشف کردن، چگونه ذات رو از خود استخراج کردن. پس انسان نمیتوانه ماده پرست باشه. سعی کرد در ماده پرستی یک دست بشه. از یه لحاظ صدقاً یک دست شدن، از یه لحاظ صدقاً ظاهر و باطن یکی شدن. ولی دیگه این تعریف دیگه از صدقه. میگه فلانی آدم بیریایی، ظاهر و باطن یکی. نه؟ سعی کرد که با انکار معنا و معنویات و غیب و متافیزیک اینجوری سعی کنه صادق باشه. اینجوری هم نتونست. اینجوری دیوانه شد. به خودکشی افتاد. چرا این قرن خودکشی ها و جنون های اپیدمیکه؟ تلاش بشر برای انکار معنا و ماتریالیست شدن محض بشر رو به جنون و جنایت و خودکشی و خودبراندازی انداخت. اگر این موفقیتی درش در میومد خب جای تأمل بود. نه، تجربه بشر در این زمینه ناکام شد. برای همینه از بطن اشد کفر و ماده‌گرایی مدل غربی ما امروز اشد گرایشات مذهبی رو در غرب بیشتر شاهدیم تا در شرق. برای اینکه اینا به ته کفر رسیدن و خواستن کفر رو انتخاب کنن، کفر رو به عنوان فلسفه زندگی 200 تجربه کردن و در اشد این تجربه 200 چندان نیاز به معنا و معنویت پیدا شد. این هم واقعیتی است دیگر. پس تا اینجا ما فهمیدیم که صدق و کذب در قلمرو یه معرفت علمی و تجربی و محسوسات بشری تا چندی موضوع متناقض و به قول معروف دیالکتیکی است. به قول علی هر حقیقتی به واسطه ضدش شناخته میشه. ما در واقع صدق رو در کذب میتونیم بشناسیم و صدق رو از کذب میتونیم بشناسیم. ماده رو به واسطه معنا و معنا رو به واسطه ماده میتونیم بشناسیم. اینا مفاهیم متضاد ولی از هم دیگه جدا نیست.
بنابراین ما می‌بینیم که معناگرایی امری فطری بودن مذهب درست به همین دلیل، به همین دلیله که خدا و خداگرایی امری فطری است. برای همینه که واقعی ترین خدا و انسانی ترین خدا در وجود انسانی که کشف میشه، در آسمان کشف شده این نیست. ما در دین اسلام میدونیم که خدا در آسمان نیست، خدا در دله. شاید دین اسلام و قرآن تنها کتاب و تنها دینی باشه که خدا را در دل و در ذات انسان آدرس میده، در آسمان دیگه آدرس نمیده. بلکه خدای کافران در قرآن میگه خدایی است که در دور دستاست و دورترین جاها آسمان دیگه، از آسمان دورتر نداریم. کافران میگن خدا بسیار در جای دور است، یعنی پشت آسمان است. خدای اسلام خدای زمینی، خدای وجودی است. خب بنابراین این مطلب رو که بحثی که انتها نداره رو فعلا متوقف میکنیم، برمیگردیم به اصل قضیه که گفتیم معرفت بر واقعیت منشأ صدق و کذب. خب انسان دو کانون ادراک داره، یکی اندیشه است، یکی دل. حواس و اعضا و جواره ارگان‌ها و ابزارهایی هستند که در خدمت دل و ذهن هستند. یعنی خود پوست، خود چشم به خودی خود برای خودش ادراک مستقل نداره. مواد اولیه رو میگیره، تصویر رو، حس رو میگیره، میفرسته به ذهن و انسان در اونجا درک. خب پس دل و ذهن دو کانون ادراکه. پس ما دو نوع کارگاه معرفت بر واقعیت داریم، یکی ذهن، یکی دل، و اینها کاملا متفاوت هست. خب این واضحه از لحاظ فلسفه علمی و تجربه بشری که محسوسات و مادیات در ذهن درک میشه. دل قلمرو درک دنیاست، مادیات دنیا ذهن کانون درک دنیاست. دنیا یعنی نزدیک شده. خود لغت دنیا در قرآن این نزدیک شده به معنای پست شده هم هست. پستی و نزدیکی هر دو یه معنی داره. پس ذهن انسان پست‌ترین و نزدیک شده ترین حد واقعیت رو دریافت میکنه که اون محسوسات. ولی دل انسان از دیدگاه قرآن که قلمرو آخرته غایت‌ها رو درک میکنه، یعنی دورترین حد رو درک میکنه. خب دورترین واقعیت‌ها از لحاظ محسوسات به نسبت در قیاس به محسوسات خداست. برای همینه در دین اسلام و کلا در مذاهب کانون درک خدا و تصدیق خدا قلبه، دل دوردست‌ها رو درک میکنه. خب به بیان دیگر میشه گفتش که ذهن قلمروی درک ماده است و دل قلمروی درک معناست. ما نباید اشتباه کنیم، ایده ها قلمروی معنویت نیستند. رو قبلا ما اشاره کردیم. قلمروی ثبت و آرشیو مادیات است. دل که قلمروی معنا و معنویت. برای همینه در قرآن کریم تمام صفات دینی و ایمانی به دل معطوف میشه. علم و معرفت و حکمت که قرآنی تماما جایگاهش دل، ذهن نیست، زن نیست. زن جای برداشت و ادراک دنیاست، مادیات. و در عین حال این دو ارتباط دارن با هم دیگه. نهایتا انسان کامل، انسان موحد بایستی بتونه ذهن و دل رو یکی کنه. از یک لحاظ معرفت شناسی در قلمرو خودشناسی بایستی گفتش که قلمرو صدق یعنی تصدیق متقابل ذهن و دل نسبت به هم دیگه. یعنی انسان صادق در مفهوم کامل و آرمانیش انسانی است که میتونه دلش میتونه ذهنیتش رو درک کنه و تصدیق کنه، ذهنیتش هم میتونه دلش رو بخونه و تصدیق کنه. این دو هم دیگه رو تایید و تصدیق کنن، متحد بشن. انسان موحد چنین انسانی است که بتونه ماده رو عین معنا ببینه، معنا رو ماده ببینه، ماده و معنا رو یکی کنه. این بیان دیگری از صدق و تصدیقه. ظاهر و باطن یکی شدن بیانش همینه دیگه. ظاهر دنیاست که اینجا ذهن دریافت میکنه، اینجا قلمرو متافیزیک قلب دریافت میکنه. خب بنابراین ظاهر و باطن دنیا، اینجا دل باطن دنیا رو دریافت میکنه، باطن جهان رو، باطن واقعیت رو، اینجا ظاهرش رو. حالا اگر ذهن و دل تونست همخوانی داشته باشه به میزانی که بتونه به اتحاد برسه و به تایید و تصدیق هم دیگه برسه، در واقع انسان به قلمرو صدق وارد شده. یعنی
وحدت و یگانگی ماده و معنا، ظاهر و باطن. این همون وحدت و یگانگی واقعیت و حقیقته. حقیقت به نهان واقعیت های مادی گفته میشه دیگه. حقیقت تناقضی که در فلسفه وجود داره حقیقت و واقعیت میگن. خب واقعیت صورت حسی پدیده هاست، حقیقت آن امر ذاتی و نهفته در درون واقعیت هاست، یعنی غیب واقعیت هاست. غیب یعنی اندرونی. دل اندرون رو استخراج میکنه، ذهن برون رو استخراج میکنه. بنابراین اگر به میزانی که انسان میتونه این اندرون و برون رو در خود یکی کنه، یعنی ذهن و دل رو با هم دیگه یکی کنه، این انسان انسانی موحده و انسانی است صادق که تونسته ظاهر و باطن واقعیت رو یکی کنه. خب ببینید یک تعریفی حضرت علی داره در توحید که به نظر من کاملترین بیان از توحید در تاریخ معرفت بشری همین سخن علیه و از این سخن برتر تا به امروز هرگز کسی نگفت. از علی فرماد خداوند در باطن هر چیزی است بدون اینکه خود آن چیز باشد و در بیرون و ظاهر و صورت بیرونی هر چیزی است بدون اینکه غیر آن چیز باشد. ببینید و از علی میگه که ظاهر و باطن هر چیزی خداست. ظاهر و باطن هر چیزی خداست. در قرآن هم داریم از اسماء خداست چیست؟ خب ظاهر و باطن. خدا ظاهر و باطن است. این ظاهر و باطن هر چیزی خداست. اول و آخر هر چیزی خداست. خب پس به میزانی که ما بتونیم این ظاهر باطن رو یکی کنیم، در واقع هم واقعیت جهان رو شناختیم و این واقعیت جهان رو میبینیم که خود خداست. ببین این واقعیت جهان، این یگانگی، این توحید قلمروی درک وجود وحدانی پروردگار میشه. ظاهر و باطن جهان. این رو میدونیم. اونا که اهل فلسفه و حکمت هستند میدونن که در فلسفه های غربی مهمترین و بحث غایی و سرنوشت ساز هر دستگاه فلسفی میرسه به هستی شناسی یا آنتولوژی. این مبحث میخواد به قلبش خودش برسه، تبدیل میشه به معرفت شناسی یا شناخت شناسی. این مبحث اون وقت میخواد دیگه حرف نهایی رو بزنه، تبدیل میشه به تئوری حقیقت. حقیقت در خود زبان انگلیسی مثلا تروث، تئوری آف تروث. تروث یعنی راستی. در واقع باید بگیم تئوری راستی، تئوری صداقت. یا راستی چیست؟ این حرف آخر، تلاش آخر فلسفه بوده و در واقع میشه که هیچ تئوری حقیقت عملی مسوش حالا در نیامده. نیهیلیسم حاصل از فلسفه های غربی این بود که نتونستن واقعا راستی رو بر اساس واقعیت تعریف کنند. تروث یعنی راستی. راستی چیست؟ ببین پس کل فلسفه علیرغم انکارش و عداوتش با دین، ببین رسید سر دین، اصل دین، صدق. در واقع تئوری حقیقت یعنی چی؟ صداقت چیست؟ خب حالا صحبتی که بر وجود این واقعیته، من یک مروری میکنم تا ارزش این نگاه واضح بشه. ولی امروزه همه به نظر میرسه که اهل دل، اهل عشق، نه؟ تمام این لاوالگری ها، بیگری ها، درویشی های کاذب بازاری همه همین دوره. در غرب خیلی شدیدتره. نگاه کنید همین غربی ها به قول من اهل هارتن. هارت، از هارت صحبت میکنن، از دل. حتی کاخ سفید امروزه خط مشی‌های اساسی و استراتژیک خودش رو از قلمروهای پس پرده هنری میگیره. از هالیوود، ارتش هالیوود در هیئت حاکمه امپریالیسم جهانی امروزه واضح شده. جدیداً رئیس جمهورهای هنرپیشه دارن تربیت میکنن. ببینید اینا ما باید بفهمیم چرا. خود کشور خودمون ببین تا چندی به میزانی که مردم ما و نظام ما با ارزش‌های دینی به بنبست رسیدند، هنرمندان اومدن جای خالی این دین رو پر کنند. هنر قدسی که امروزه صحبت میشه، امروزه هنرمندان الان اصلا سیمای قدیس به خودشون گرفتن، در نظر مردم قدیسان شدند. اینا ما باید بفهمیم چرا، این یعنی چی. ببین الله فلسفی هم در غرب اینا فقط احساس نکنیم اینا رو یه مش لات و لومپن و دزد و قاچاقچی و نمیدونم نعشه خور اومدن این مذهب درست کردن. نه،
اونایی که هگل رو خوندن میدونن که حرف آخر هگل مکتب اصالت هنر رو هگل بنیاد نهاد. در غایتی پوچی هایی که در دیالکتیک خودش حاصل کرد نهایتاً هنر رو گذاشت جای مذهب و قداست. هایدگر هم دقیقا همین کار رو کرد. اونایی که هایدگر شناسان میدونن که تنها ارزشی که هایدگر تونست از بطن این نیهیلیزمی که در فلسفه‌اش حاضر شد بیاره وسط بگذاره قداست هنر بود. قداست هنر. ببین پس اینها پیغمبران این عصر هنرپرستی، هنر برای هنر و نهایتاً دلگرایی و اهل عشق و حال بودن. این مختصریه، اینا هر کدوم بحث‌های بسیار اساسی است. ما فقط همینجوری تیتوار خوندیم بفهمیم که آقا چه شده که همچی شده. بشر امروز در بیزاری از تجربه قرون وسطایی مذهب، قرون وسطایی مذهب فقط اروپا نیست، اسلام هم قرون وسطا داشته، همه مذاهب قرون وسطا خودشون داشتن. این اشد نفاقی که تبدیل به جنون و جنایت شد. همه از اونجا نفرت دارند. قرون اخیر تصمیم بشر بر این شد که کفر رو دیگه پوسکنده و رو راست بذاره وسط. آقا خدا، دین، قداست، غیب، متافیزیک، خدا حافظ نمیخوایم آقا. همین حیات دنیا رو میخوایم. اصالت دانش فنی شد. ماتریالیزم ها، پراگماتیزم ها، تکنولوژیزم ها، ماشینیزم ها، اصالت ماشین، اصالت صورت، اصالت صورتگر. و بعد این دهه‌های اخیر این ماتریالیزم ها هم به اون بحث رسیدند و چی از توش در اومد؟ مکتب اصالت هنر برای هنر که در فرهنگ عامه مکتب عشق و حاله. عشق و حال کن آقا، حالتو بکن. همه گروه ها و طبقات بشری به اینجا دارن میرسن. حتی روحانیت مسیحی و حتی بخشی از روحانیت اسلامی هم ما میبینیم که داره اهل عشق و حال میشه. پس ببینیم این باید بفهمیم که یک واقعیت تاریخی است، همه رو دیر یا زود داره در بر میگیره. پس باید ما بفهمیم این یعنی چی. دلگرایی، قلبگرایی. هزاران سال بشر منکر دل بود. در ماتریالیسم های قرون اخیر دل رو اصلا تعطیل کرد. گفت آقا فقط ذهن، یعنی ماده پرستی، دنیا پرستی. و این افراط تفرید یه دفعه تبدیل شد به دلگرایی. هیپیزم، هیپیگری یک نظرت جهانی است. الان پیرمردا هم این دور زمان هیپی هستند. ما فکر نکنیم فقط جوان‌ها رو نباید ما هیپی بدونیم. فرهنگ هیپیگری در طبقات مختلف سنی به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کنه. در مثلا یه مقدار سنی‌ترش در فرهنگ عرفان بازاری و درویشیگری ها که اکثرا پیرها میرن در این گروه، این همونه به مقتضات سنی خودشون. این یک توفیق اجباری بوده. این ابطال و جنون دارای حقی است. حق ابطال رو ما بایستی بفهمیم. حق این هم ابطال و جنون چیست؟ حقش. اگر ما اهل دینی ما معرفتیم، اگر ما میگیم آقا دین در همین دنیا بایستی پیدا بشه، خدا در همین جهان بایستی دیدار بشه، پس حق در همین باطل بایستی فهم بشه. حق بایستی در باطل فهم بشه. حقیقت رو مگه نمیگیم در واقعیت؟ خب واقعیت جهان امروز اینه. حقیقتش چیه؟ حقیقت باطنیش چیه؟ ما بایستی بفهمیم به عنوان مسلمان وظیفه داریم بایستی. پس جبران بشر به سمت دل هول داده شد، رانده شد. این واقعیت. منتها بشر امروز بر این دل معرفت نداره، بایستی معرفت قلبی داشته باشه. یک معنای دیگه هم اینه که یه سخن معروفی شمس تبریزی داره، میگه که آنهایی که میگویند دل قطع گوشتی خونالود و پمپاژ کننده بیش نیست، اینا کافرن و کفر هستن. همین در ایران ما ببینیم این جماعت اهل دل در این حال درسته جلاوالگری، فساد، خودکشی، تخدیر، وظیفه نشناسی، هرج و مرج و آنارشیسم پدید نیاورده. ولی در این حال ما میدونیم که همین افراد عموما اکثرا شرشون حداکثر به خودشون میرسه، شرارتشون خیلی کمتره نسبت به کسانی که هنوز ماتریالیست های ذهنگرای تکنولوژیکی فنی سیاسی هستن. اونها آدم خورن، مردم خورن، اینها حداقل خود خورن، شرشون به خودشون میرسه. اینو ما بایستی بدونیم. واقعا فقط خود زنن، خود براندازن. این خود براندازی هم داره حقی است.
کل تقوا از یه لحاظ خود براندازی. این خود براندازی جبری است، توفیق جبری است، اجباری است که پدید اومد. خود براندازی کور، تقوای کور، تقوای جاهلانه، تقوای عامه، تقوای عمومی. ببینید دل که میگیم بیان دیگه همون قلبه دیگه، خود قرآن میگه قلب چیه؟ ما میدونیم دانش پزشکی خیلی سعی کرد بر اساس فلسفه قرن 18 و 19 علت مرگ و زندگی رو مغز قرار بده. این مثلا همه میدونن، یعنی مرگ رو تبدیل به مرگ مغزی بکنه و این نتونست، علاوه قوانین هم به بنبست رسید، مجبور شد مرگ رو همچنان قلب قرار بده. قلب وقتی از کار واسطاد مرگ قلبی، یعنی اون مرگ واقعی است. این رو ما میدونیم، این واقعیت داره. خب واقعیت اینه که مرگ و زندگی مربوط به کار قلبه دیگه، درسته؟ پس حیات، زندگی، انرژی حیاتی از قلب. ما این رو احساس هم میکنیم، فقط احساس میکنیم. هر کسی احساس میکنه در اینجا، زندگی رو هر کسی در اینجا احساس میکنه، زندگی رو در اینجا احساس نمیکنه. اون حیات رو در اینجا آدم احساس میکنه، در قلبش احساس میکنه. خب حیات از یه لحاظ یعنی غریزه ها، دو تا غریزه اصلی، غریزه تغذیه است و غریزه جنسی، شکم و زیر شکم. حیات انسان بر روی زمین منوط به این دو تا غریزه است. این که واضحه. خوردن اگه نباشه انسان میمیره، غریزه جنسی اگه نباشه حیات طولی انسان در تاریخ قطع میشه. این راز بقای آنی است، آن راز بقای تاریخی است، غریزه جنسی. این حیات فردی است، اون حیات تاریخی است، استمرار در زمان غریزه جنسی. و این از قلبه. خب واسه از قلب باشه، کجا قرار باشه؟ از منشأ زندگی است. دو غریزه حیات اینا، غرایز حیاتی هستند، غرایز حیوانی هستند. حیوان یعنی حی، صاحب حیات. حیوان که میگیم ما این معنای پست رو فقط تلقی نکنیم تو ذهنمون. حیوان یعنی زنده، دارای زندگی. انسان یک حیوان. بنابراین این دلگرایی های کورکورانه جدیدی که از حاصل افراط در آن تفرید ماتریالیست و ذهنگرایی محض و ایدئالیسم و انتلکچوالیسم و دانشگرایی بوده، این افراط حاصل اون تفرید به دلگرایی انجام میده. این تفرید بر حقه، بر حقه یعنی بر دینه، درسته؟ ببین قرآن میگه که الدین لواقع، یعنی دین هر آن واقع است. بر کافر مومن واقع است، همه در دینن، هیچ کس در دین نمیتونه نباشه. کل عالم هستی در دین است. کل عالم هستی اصلا دین است. دین یعنی راه. کل عالم هستی راه خداست. این واقع است. چون من مومن باشم چون کافر باشم هیچ فرقی نمیکنه. قوانین حاکم بر نفوس بشری تماما دینی است. بله، عده‌ای رو به جهنم، عده‌ای رو به بهشتن. جهنم یک واقعی در دینه، یکی از آدرس‌های دینه. این راه در واقع میشه گفت انگار دو طرف است، انگار دو خط داره، یکی بهشتی است یکی جهنمی است، هر دو تا به خدا میرسن. بهشتی و جهنمی همه در حضور قیامت به خدا میرسن، در حضور خدا حاضر میشن دیگه، نهایتاً به هم میرسن. خب بنابراین اگر چنینه، وقتی ما میبینیم اون اهل دل و اهل عشقی که امروزه، وقتی میبینیم عمل چنین آدم‌هایی چیه، میبینیم طرفی که اهل حاله، یعنی فقط غریزه پرسته و هرگز در پاسخگویی به غرایز حیاتی خودش لحظه ای هم تأمل و تفکر و عقلانیت رو به خرج نمیده. من هوس میکنم بخورم میخورم، هوس میکنم سکس داشته باشم سکس دارم، هوس میکنم بخوابم میخوابم، بازی کنم بازی کنم. اینا غرایز حیاتی است. ببین اینا بازی و بازیگری هم جزء غرایز حیاتی باشه، بازیگری هم جزء غرایز حیاتی باشه. بدون تفکر و تعقل و بدون هماهنگی با خرد من این کار رو فی البدایه انجام میدم. اصالت هنرم در همینه. هنرهای مدرن تمام هنرهای فی البدایه هستند، بدایه سازی هستند. ادبیات مدرن ادبیات بدایه نگاری است، نگارش خود به خودی که یک مکتب خودش تحت عنوان داداییسم یک مرحله تر شد، یا سورئالیسم ها، یعنی بدایه نوشتن، بدایه سازی، بدایه پردازی، نقاشی ها، آبستره، نقاشی آبستره،
بدایه پردازی است دیگه. احتیاج نیست شما یک ایده داشته باشید، یک طرحی رو روی تابلو بیارید. رنگ و می‌ذاری همینجوری میماد ببینید چی میشه از توش. این آبستر است. ببین اگه دقت کنید سیاست‌ها هم امروزه حتی آبستر هستن، بدایه سازی و بدایه پردازی هستن. شما نیا کنید جنگ‌های این قرن جدید هرگز جنگ‌های استراتژیک نبوده. غربی‌ها سعی کردن استراتژی داشته باشن، ولی تمام این جنگ‌ها اقداماتشون فیل بدایه دفعه تصمیم گرفتن یکی دیوونه شد و یه جایی از دنیا رو با آتش کشید. ببینید اینها رو ما داریم می‌بینیم. تازه این سیاستمداران عقلا هستن، هنوز در ذهن عمل میکنن، ولی گام به گام دارن به این سمت به قول معروف اهل حال شدن انجام میدن. برای همینه شما مطمئن نیستی که فردا کره زمین هست یا نیست. یه دفعه آقای بوش یا یک دیوانه دیگه پیدا میشه، یه دفعه تصمیم میگیره تمام بمب‌های اتمی رو سوزونیش رو منفجر کنه، کره زمین محاصره کنه بره. ببین این هیچ زمینی مقدمی اصلا مقدمه به احتیاج نیست. قیامت یعنی همین، این الصاعد. این از ویژگی‌های قیامت. قیامت در قرآن الصاعد هر آن، یعنی بقتن، بناگاه. انسان هم امروزه بناگاهی شده. انسان قیامتی، انسان بناگاهی، یعنی اهل حال و دل. ببین اینها حقیقت واقع است. این حقیقت باید درک بشه. انسان ببین ما اگه در آخر زمانیم، در قلمرو قیامت 50,000 سال هستیم، پس در قلمرو حال و الساعه هستیم. الان این دفعه تصمیم گرفتم انجام بدم و انجام میدم. این یعنی اهل حال. اشکال کار در عدم معرفت نسبت به این واقعی است که جبران در نفس بشر رخ داده. قیامت در اعماق ذات رخ داده، همونطوری که در طبیعت هم رخ داده. ما در بحث آخر زمان این صحبت‌ها رو کردیم دیگه، اینجا تکرار نمی کنیم. پس تاریخ علی‌رغم اراده و آگاهی انسان داره راه حق رو طی می‌کنه و داره به سمت خدا میره. مرحله انا لله انا الیه راجعون، انا الیه راجعون، به سوی داره برمیگرده. خدا یعنی اکنونیت محض، یعنی حضور مطلق. برای همین در معارف اسلامی میگیم خدا در قرآن هستی. خدا برای اینکه جهان خلق کنه نشه فکر کنه هزار سال برنامه‌ریزی کنه، سناریو بنویسه. یا میگه بنیم نظری خلق کردم، تصمیم گرفتم کن فیکون، یعنی برای اراده کردم و همونجا اراده کردم همونجا واقع شد. حتی این نیم ثانیه هم طول نکشید. بعدش بعد نداریم. اکنونیت همین. گفتم بشو و شد. این خدا ارادش اینه دیگه. انسان به میزانی که جبران داره در قلمرو قیامت به خدا نزدیک میشه، انسان هم این کار از آب در میاد. کن فیکونی از آب در میاد، منتها جاهلانه و کافرانه و مخلوقانه. البته این رو هم باستی ما درک کنیم که این یعنی چی، باستی فهمیده بشه باستی. بنابراین ما یه نکته دیگه در قرآن داریم. در قرآن آیه‌ای هست که می‌فرماد خداوند حائل است بین قلب و مرء. قلب یعنی باطن، مرء یعنی عالم مرء، عالم بیرون ظاهر. خب قلب مشخصه، مرء جهان مرئیات در اینجاست. ما همه چیز رو در ذهن خودمون مرئی می‌کنیم. جهان عینیات، نامرئیات قلبه. درسته؟ خداوند حائل است بین اینجا و اینجا. الله معرفت نفسی این آیه تعبیرش این میشه. آیه دیگه داریم از سوره هود فکر کنم که هود فرمود پروردگارم بر صراط المستقیم است و در اونجا در انتظار من است. اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم علاوه معرفت نفسی یعنی کوتاه‌ترین فاصله دیگه، کوتاه‌ترین فاصله بین خود تا خدا. خود ما در بحث قبلی گفتیم خودیت انسان آگاهیشه و ذهنیتشه. خدا دله، خانه خداست. از کوتاه‌ترین راه بین خود تا خدا همین یه وجب ذهن تا دله. این صراط المستقیم، کوتاه‌ترین فاصله بین خود تا خود. این راه همون دینه، دین به معنای راه. و خدا در این فاصله در انتظار انسان است. بر صراط المستقیم است. بنابراین اشکال این قضیه در اینه که انسان بایستی قلب خودش رو به معرفت در بیاره. صدق این تصدیق ذهن و دل، تصدیق عقل و عشق، اتحاد عقل و عشق، اتحاد ذهن و دل، این به واسطه معرفت رخ میده. برای همینه از امام صادق داریم، از امام علی علیه السلام داریم که صراط المستقیم همان معرفت نفس است، خودشناسی است. ببین صراط المستقیم همان خودشناسی است. خود چیه؟ خود مشخصه دیگه. صراط المستقیم همون خودشناسی است. اصحاب اعراف امام صادق می‌فرماد که ما امامانیم،
یعنی عارفان، امامان همون عارفان بودن و نخستین عارفان و کاملترین عارفان بودن. عارف یعنی اهل معرفت نفس. و از اهل معرفت اصحاب اعراف صراط المستقیمی داره که باستی بر اون مسیر طی کنه. این صراط المستقیم بر بهشت و جهنم اشراف داره طبق کلام خدا. اهل معرفت بهشت و جهنم رو کاملا میبینه، زیر پای خودش داره، سمت چپ و راست خودش و از این وسط میگذره. کل صراط همینه. عارفان چنینن و یک مؤمن مسلمان باستی اهل معرفت باشه، از این طریق مردمان را نیز آگاهی بده تا قلمرو حضور قلبی و رسیدن به راه رسیدن به دل رو به مردم نشان بده و اعمال و عمل کردش رو نشون بده که چگونه این انسان بایستی و قلمروی دل وارد بشن، در حضور خدا دیوانه نشند. خب ما این بار قبلا گفتیم عمل و آیین رسیدن از خود به خدا همون شریعت انبیاست. اصول عملی دینه، راستگویی، قناعت، پرهیز از محرمات، اینها اصول عملی دین هستند. این گونه است که من به دل میرسم بدون که در قلمروی دل دیوانه و کور و کر بشم. انسانی که به دل میخواد برسه، یعنی به محضر خدا بر آستان حی میخواد برسه، بایستی در هوشیاری کامل باشه، در بیداری کامل باشه، یعنی معرفت. دقیقا مثل این انسان اگه بخواد آفتاب رو هم تو نگاه کنه، چند لحظه نگاه کنه کور میشه دیگه. درسته؟ خب آفتاب دل، خورشید حقیقت در قلب انسان بایستی آنچنان چشمش قوی شده باشه، هوشش قوی و قدرتمند شده باشه واسطه معرفت نفس، تا در آنجا کور نشه، تا در آنجا دیوانه نشه. این مسئله است. برای همین این جماعت اهل دل و اهل هنر جبران اینها مبتلا میشن به انواع مخدرات، الکل ها، روانگردان ها. و خود همین بزرگترین آفت و عارضه این قلم رو به دل اینا به جایی که برای معرفت بیافزاین از طریق مواد مخدر هوش حواس خودشون رو کرخت میکنند و میکشند و لذا در اون قلم رو دیوانه میشن، به خودکشی و خود براندازی میرسن. خود بایستی در ذات خدا حل بشه و تسلیم اراده خدا بشه، به واسطه معرفت میتونه. در غیر این صورت انسان مجبور به خودکشی ها و خود براندازی هاست که یکی از رایج‌ترین این خودکشی ها و خود براندازی ها انواع مواد مخدر و محرک و روانگردان ها هستند. انسان امروز یا اهل معرفت یا اهل تخدیره. با معرفت نباشه مجبور به تخدیر گرایش پیدا کنه، راهی جز این نداره. میتونیم بگیم صدق یعنی صدق با خویشتن. صدق با خویشتن یعنی چی؟ یعنی من ذهن و دلم رو هر دوتا رو تصدیق کنم و شاهدی بر هر دو باشم. اون راه سوم اون شاهده، اون شهادته. شهادت یعنی معرفت بر خویشتن. ببین در واقع آن کسی که بین این دو ایستاده در انتظار است که خود پروردگار است، در این حال این خود پروردگار همون خود انسان است. به قول علی میگه خود انسان همون خداست. خود انسان. این انسان عارف در واقع خلیفه خدا در جهان خاکه. این خلیفه همون راه سومه. بله، این خلافت همون راه سومه. از یک لحاظ بعد انسان شاهد، انسان عارف بر خویشتن در واقع منظر پروردگار بر صراط المستقیمه و جایگاه او در جهان هستی است. و صدق با خویشتن اینه که هم ذهن و هم دل رو ما درک کنیم، به افراط تفرید نگراییم. یک مرحله فقط ذهن پرست، فرمول پرست، منطق پرست و ماده پرست و حسابگر محض باشیم، یا یک دفعه در اونجا به ناکامی رسیدیم اونو ترک کنیم، باطل کنیم و یک دفعه یک احساسگرای کور و دیوانه بشیم. یک احساسگرا و عاطفه پرست کور و دیوانه بشیم. ببینید این که شما فهمیدید که اهل هنر تماما دیگه به افراطگرایی معنا پرستی رسیدند، این یک شعار دروغینه. و آیا اهل هنر ما ببینیم تا چند اتفاقا پول پرستند، ولی به شیوه بسیار موذیانه. خودفروشی در قلمرو هنر خیلی واضحه. چرا اکثریت اینها به تباهی و به فساد و فحشا کشیده میشن؟ ببین اصلا برای پولی که خودفروشی میکنه. بله، یک جنونه، یک دروغه، یک خودفریبیه، کاملا یک خودفریبیه. چون صادق نیستن دیگه. بله، صادق نیستن با خودشون. پس صدق نیست با خویشتن
و این هر دو رو، ذهن و دل رو توأمن دیدن و در بین این دو آن حقیقت واحده رو یافتن و که اون حقیقت واحده همون اتحاد ذهن و دله. این همون اتحاد دین و دنیاست، این همون اتحاد ماده و معناست. این یگانگی است. پس توحید عین صدقه و صدق همون توحیده. و بیان دیگر، عقل ما در دین اسلام، در هیچ دینی به اندازه دین اسلام عقل اینقدر تایید نشده. عقل از ویژگی مؤمنانه. سخنی داریم از رسول اکرم که عقل همون وحی تن است. در دوران ختم نبوت‌ها عقل خلیفه وحی است. انسان عاقل خواه ناخواه به دین و به شریعت میرسه، نمیتونه که نرسه. انسانی که تعقل داره میبینه که به راه و روش‌ها در زندگی میرسه که بعد میبینه که این همون راه و روش‌ها بوده که پیامبران گفتن. انسان عاقل میبینه که آقا جان دروغگویی زرنگی نیست، خود رو به هلاکت و رسوایی و پوچی و زجر انداختنه. پس در واقع انسان عاقل به تصدیق حقانیت صدق میرسه. یعنی معرفت این کارو میکنه. ولی معرفت این کارو میکنه. معرفت این که حضرت رسول فرمودن که زین پس رهروان معرفت نفس هستن که به حقانیت و حقایق دین من میرسن، یعنی به شریعت من میرسن دیگه. ببین بعد انسان اهل معرفت خواه ناخواه به دین میرسه، به راه و روش‌های دینی میرسه و صدق رو تصدیق میکنه. دل ببینید گفتیم مسئله کانون حیاته که قرائز هم از همونجاست. حی از اسماء خداست، یعنی زنده، پس اوست که در دله. قیوم هم همونه. در اینجا حی و قیوم که از اسماء ذات پروردگاره، ما میتونیم بگیم اینجا حیه، اینجا هم قیوم. قیوم حیاته، درسته؟ قیوم حیاته، قیومیت میکنه. بله، حی و قیوم. اینجا حیه و اینجا قیوم. ببین پس حیات زندگی خود خداست، زندگی مطلق و جاودانه خود خداست. قیوم هم خود اوست. انسان هایی که میخوان این قیوم رو نابود کنن به یک حیات کور میرسن، اونهایی که میخوان حیات رو انکار کنن فقط به یک منطقه خشک و بیرون میرسن و از زندگی ساقط میشن و این افراط و تفرید انتها نداره. خب ببینید، پس برگردیم به آغاز سخن. صدق در کردار، گفتار و اعمال و صدق در احساس. ببینید مثلا صدق در احساس، من وقتی عواطفم معطوف به مثلا کسی یا یه چیزی میشه که کاملا میدونم که آن چیز لایق دوست داشتن نیست، پس من دارای عاطفه‌ای کذابم. من کسی که واقعا لایق دوست داشتن رو دوست ندارم، یک آدمی که مفسده و حتی دشمن منه، اون رو به اون مبتلا میشم. این ابتلایه، این اسمش حب نیست. ببین این باز عاطفه دروغینه. ببین گفتم شریعت، ما باید این رو بدونیم. نماز خوندن، روزه، خمس، زکات، حج، اینا شریعت نیست، اینا فروع دین، عباداته. عبادات یعنی فروع یعنی میوه، در عربی هم فروع یعنی میوه، محصول، معلول. اینها معلول طبیعی آن چیزی است که میگیم احکام شریعت و احکام عملی دین. ببین نگیم ما شریعت رو انجام دادیم نشد. نخیر، شریعت صدقه، دوری از حرامه، دوری از ربا. ربا در خود لغتش یعنی زیاده خواهی، فزونی خواهی، یعنی حرص. یکی از اشکال ربا نزول خواریه. هزاران شکل دیگه هم داره، چه بسا ظاهرا ما نزول خوار نباشیم، به شکل‌های پیچیده‌تری ربا خواری داریم میکنیم. حرص، دنیا پرستی، شریعت اینها هست. صبر، از خودگذشتگی، قناعت نفس، تهمت نزدن، تهمت ناحق نزدن، به ناحق جدال نکردن، جدال با حق نکردن، زنا نکردن، خیانت نکردن، به عهد خود وفا کردن. شریعت اینه. پس نگیم ما شریعت رو کردیم نشد، این دروغه. ما شریعت رو نکردیم و فقط خواستیم نمایشی از فروع دین داشته باشیم و نشون بدیم که ببینید نماز ما رو نگاه کنید چقدر خیرات میدیم. از همین جا شما بفهمید ما چه انسان‌های صادق و پاکی هستیم. خب این نفاق ایجاد میکنه، نفاقی که همه رو جبران کافر کرده.
و این بر حقه. نفاق عذاب آوره. انسان یه 4 روزی میتونه منافق باشه، بعد مجبوره علنا ظاهر و باطن کافر شه برای اینکه عذاب خودش رو بکاهه. این نکته بی‌نهایت مهمه. من اگه یک انسانی حریصی هستم، در دل خودم فقط دنیا پرستی میخوام، فقط در فکر ربا و زنا و عیاشی خودم هستم، خب مگه من میتونم در رابطه با دیگران راستگو باشم، بیریا باشم؟ نه خیر، نمیتوانم باشم. در رابطه با دیگران چی هستم؟ فقط چاپلوس ریاکار هستم، فقط عشق نمایی و دین نمایی میکنم، فقط جانماز آب میکشم. یعنی دین من ریایی میشه، شریعت من ریایی میشه و این منو خسته و هلاک میکنه، مجبوری بزنم زیرش، برم آمریکا دنبال عیاشی خودم. ببینید اینجوریه. پس پندار نیک یعنی پندار صادقانه ای که بر اساس حلال و حرام تبیین میشه، به میزانی که من اندیشه خودم رو تطبیق میدم، افکار و آرزوهای خودم رو تطبیق میدم بر احکام دین خدا، دیگه مجبور نیستم ریاکاری کنم. در رفتار هم میتونم صادق باشم، در گفتار هم میتونم راستگو باشم. در غیر این صورت راستگویی ناممکنه، امکان نداره. فقط چاپلوسی و جانماز آب کشیدن و مخلصم چاکرمه که وجود داره و دروغ‌های پیچیده‌تر. دروغ‌ها رو بایستی پیچیده‌تر کنم که لو نره، که خودم هم آخر فریب بخورم که دارم راست میگم. بله، نهایتاً اینقدر خودم گول بزنم در حالی که غرق در دروغم، فکر میکنم که از من صادق‌تر مگه در دنیا هست؟ از من مومن‌تر مگه کسی هست مگه؟ اصلا اینطور نیست. ببینید مومن حقیقی انسان به میزانی که مومنه در خودش کفر رو میبینه، مومن حقیقی خودش رو کافر میدونه در نزد خودش. دعای ائمه ما رو نگاه کنید، همش از کفر و ضلالت خودشون در حضور خدا دارن صحبت میکنن. اینا اسوه امامن، اسوه ایمانند. امام یعنی اسوه ایمان. ببینید انسان به میزانی که معرفت داره جهل خودش رو میبینه و خودش رو جاهل میبینه. انسان به میزانی که صادقه، هر چی نگاه میکنیم این هنوز چقدر درش کذب و ریا هست. اینها یادمون باشه. برای همین از نشانه مومن خشوعه، برای اینکه میبینه که تا خدا چقدر فاصله داره، چون صدق صادق خود خداست، پاک خود خداست. میبینه انسان به میزانی که تلاش میکنه پاک باشه، میبینه که چقدر ناپاکی در درونش هنوز هست و لذا متواضع میشه. بنابراین انسان به میزانی که در ذهن آگاهی خودش خیر و شر رو تصدیق میکنه که آقا این خوب است، این بد است، این پاک است، این ناپاک است، این حلال است، این حرام است، در عمل سعی میکنه به سمت پاکی و خیر و نیکی حرکت کنه. نیکی، خیر، پاکی کیه؟ خود خداست. جاش کجاست؟ در دل. خب پس انسان به میزانی که بر این اساس باورهای خودش رو تدوین میکنه و قبول میکنه، اندیشه خودش رو بر دین و بر این احکام تطبیق میده و در مسیر خیر و درستی حرکت میکنه، یعنی در سمت دل داره حرکت میکنه، به دل میرسه. چنین انسانی میتونه بر دل وارد بشه و واقعا اهل دل و اهل حال و اهل محبت بشه. ببینید پس اطاعت از دین، دوری از محرمات، روی کرده به خیر و نیکی، روی کرده به دل و از راه ذهن تا دل. عملش عملیست بر اساس دین، عملیست بر اساس دین. ما جز این نمیتونیم راستگو و صادق باشیم. یعنی خط سوم همون عمل بر دینه. خط سوم یا همون میانه. بله همینه. این خط سوم های کذایی که درست کردن تحت عنوان عرفان های مدرن، بله. این یک شیطنت دوبله است. خط سوم همون دین است. بله خط سوم همون دین است. دین عمل نشده. دین عمل نشده. دین اینه. به میزانی که انسان بر حق، بر احکام دین عمل میکنه، رو به خیر میکنه، رو به خانه خدا میکنه. خانه خدا دله. از این طریقه که به دل نزدیک و نزدیکتر میشه. تقرب الله یعنی تقرب به دل که خانه خداست در وجود انسان. پس راه سوم، ببین باز ذهن یکه، دل دو، راه سوم راه طی طریق بین ذهن و دله. چه شکلی انجام میشه؟ عملش، اندیشش چیه؟ اندیشش باور احکام دینه و عمل به دین این راه رو طی میکنه. و حاصل این بیان صادقانه. بله این خط سومه. خط سوم یعنی جای سوم در وجود
راه بین ذهن و دله. راه یعنی دین. پس انجام زندگی دینی همون خط سوم و راه سوم عرفان و از اینجا داره میاد. بله، انسان به میزانی که بر دین عمل میکنه خود به خود لسان صادقانه پیدا میکنه، خود به خود به میزانی که به دل نزدیک میشه، یعنی به خانه خدا نزدیک میشه، اهل نماز میشه. ببین تمام امر نماز در قرآن به مؤمنانه. این مؤمنان اقامه صلات کنید. الله ببین مؤمنان، ایمان اینجاست. به میزانی که به قدم ایمان نزدیک میشه خود به خود صلات به طور طبیعی به صورت این نیاز وجودی ازش برمیاد. یه سخنی از ابوذر غفاری داریم وقتی به پیامبر اسلام رسید در اولین بار، پیامبر کارایی داره میکنه، داشته اقامه صلات میکرده. بعد میگه ای محمد این چه کاری بود تو کردی؟ گفت به میگن اقامه صلات. میگه اینا کجا مختی؟ میگه چطور؟ میگه من این اواخر یک سری کارهای از من سر میزد که خیلی شبیه کار شما بود که اطرافیان من فکر میکردن من دیوانه شدم. ببین بعض ابوذر قبل که به پیامبر برسه صلات از ببین صلات باز یک واقعی وجودی و طبیعی انسان در میاد. خیرات همینطور، همه چیز همینطوره. عبادات میوه طبیعی طریق دینه. عبادات بدون عمل دینی عبادات ریاهی است و فویل للمصلین در قرآن میشه. خداوند در سوره ماعون میگه من میخواهم مکذبین دین و دشمنان دین رو، تکذیب کنندگان دین رو به شما معرفی کنم. یکی از آنها نمازگزاران ریایی و سهوی هستند که از روی ریا و یا از روی سهو و عادت، از روی وراثت‌های خانوادگی نماز میکنن. اینا دشمنان دین و تکذیب کنندگان دین هستند. و وای بر چنین نمازگزاران. پس ما یادمون باشه منظورم از شریعت چیه. بنابراین در مفهوم نهایی میشه گفتش که انسان به میزانی که راه دین رو طی میکنه که راه خیر و احکام دینی هست، از ذهن گام به گام به دل که خانه خداست نزدیک میشه. خدا گفتیم صادق همان خداست، یعنی به قدم روی صدق نزدیک میشه. لذا سخنی صادقانه، رفتاری صادقانه و محبتی صادقانه پیدا میکنه و به میزانی که چنین نمیکنه دچار چاپلوسی، عشقهای دروغین، عشقهای ریایی که همش فسق، اسم فسقشو میذاره اهل دل بودن و عشق. پس انسان به میزانی که باز خودش رو میشناسه رو به خود میکنه. اگر خدا در قلب انسانه و منشأ صدقه، انسان به میزانی که رو به خود میکنه، خودشناسی میکنه، رو به صدق میکنه و در قلم رو به صدق قرار میگیره. پس معرفت نفس همون قدم رو به صدق با خویشتن. و این همون واقعیتی است که اول گفتید. این همون واقعیتی است گفتیم. بله همون واقعیتی که در واقع راه دین و پیروی از شریعت میتونه انسان رو واقعی کنه. واقعی چیه؟ برای اینکه بزرگترین واقعیت برای انسان خود وجود انسانه، یعنی رو به واقعیت خود کردن، رو به واقعیت وجود خود کردن. برای اینکه جهان بیرون و واقعیت بیرونی معلول هوش و حواس انسانه. پس اصل واقعیت و کارخانه واقعیت خود وجود انسانه. برای همین هر کس خود رو نشناخت هیچ چیز رو نمیتونه بشناسه و در همه چیز گمه. پس راه شناخت صادقانه هم راه معرفت نفسه، سخن صادقانه همینطور و عمل صادقانه هم معرفت نفسه. برای اینکه واقعیتی واجبتر و نزدیکتر از خود وجود انسان برای انسان وجود نداره. شناخت این واقعیت هم شناختی صادقانه است و قلمرو به صدقه. ببخشید، یعنی پیروی از احکام شریعت باعث میشه که انسان بتونه ذهن و دلش رو به عنوان دو واقعیت وجودی خودش تصدیق بکنه و این تصدیق همون صداقت، همون واقعیت، همون دینه و همون رسیدن به انسانیت انسانه. دقیقا همینطوره. ببینید پس دو خودشناسی، یه دلشناسی داریم، یک ایده شناسی داریم. این دو قلم اصلی خودشناسی است. ایده شناسی ذهن یعنی جهان ایده‌استی. ایدئولوژی که میگیم یعنی ایده شناسی. بدون باشه ایدئولوژی محصول خودآگاهی ذهنی انسانه، نه مسئول تدوین آرزوها و آرمان شهر درست کردن. اینها ایدئولوژی نیستن. ایدئولوژی یعنی حاصل خودآگاهی انسان بر ذهنیت خودشه. این معرفت ذهن، این معرفت بر قلبه. این دوتا معرفت قلمرو به صدقه. وقتی این دوتا معرفت یک معرفت شدن یعنی وجود
به یگانگی رسیده. صدق یعنی یگانگی، ظاهر و باطن یکی شدن که در پیروی از شریعت که در پیروی از شریعت عملی اتفاق میفته.